بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا به پروردگار عالمیان، پروردگاری که قرآن را در ماه مبارک رمضان نازل کرده است، و درود و سلام به پیامبر آخر الزمان محمد صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از سلسله های برنامه مسلمان زن امروز سلسله 16 را خواهیم گرفت. 16 برنامه این است که قرآن قرائت نما. خواهر عزیز، پس از پیشین تا عصر وقتی دراز است، از این خاطر این وقت را غنیمت گرفته آن را به قرائت قرآن گذران. اگر قرآن را خواندن نتوانی، هر روز در این وقت ثبت‌های قرآن را گوش نما، ولی به گوش نمودن ثبت قرآن خاطر جمع مباش. من بعد برای قرآن خوان شدن کوشش نما. رمضان این ماه است که ماه قرآن است. بنده مسلمان در این ماه باید قرائت قرآن را زیاد کند. الله در قرآن میگوید: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماه است که قرآن در آن ماه فرود آمده است. ماه قرآنی که راهنمایی مردم و بیان راه رفتن هدایت و جدا ساختن حق از باطل است. سوره بقره. خواهر عزیز، گذشتگان ما در این ماه مبارک با کتاب الله اهمیت زیاد می‌دادند. جبرئیل علیه السلام قرآن را در رمضان و پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم می‌دادند. حضرت عثمان رضی الله عنه در این ماه هر روز یک مرتبه قرآن را ختم می‌کردند. بعضی از علما در نماز شب هر روز یک مرتبه قرآن را ختم می‌نمودند و بعضیشان در 3 شب و بعضیشان در 1 هفته. بعضی دیگرها در 10 روز یک مرتبه ختم می‌کردند. امام شافعی رحمه الله در رمضان قرآن را زیاده از 50 مرتبه ختم می‌کردند. قتاده رحمه الله قرآن را دائما در 7 روز ختم می‌کرد. قرآن را 1 مرتبه ختم می‌کرد و در 10 آخر رمضان در هر یک شب 1 مرتبه ختم می‌نمود. امام زهری باشند چون ماه رمضان آید قرائت حدیث را یک سو گذاشته و قرائت قرآن مشغول می‌شدند. و اینچنین امام سفیان ثوری در ماه رمضان همه عبادت‌های نافله را یک سو گذاشته به قرائت قرآن رو می‌آوردند. خواهر عزیز، تو اقلاً در این ماه 1 مرتبه ختم نما. و از الله سبحانه و تعالی میپرسم هر یکی ما را قرآن خوان گرداند و به قرآن عمل میکردگی گرداند و در این ماه به ما موفق گرداند که قرآن را بیشتر و زیادتر ختم نماییم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.